و لباسهای مقدس هارون بعد از او از آن پسرانش خواهد بود تا که در آنها تدهین نموده و برگماشته شوند. 7 روز آن کاهنی که بجای او از پسرانش به خیمه جامع در آمده خدمت قدس را بجا می آورد باید آنها را بپوشد و قشقار گماشتنی را گرفته گوشتش را در مکان مقدس بپز و بگذار هارون و پسرانش گوشت قشقار را با نانی که در سبت است نزد درآمدگاه خیمه جامع بخورند و آن را باید آنهایی بخورند که به واسطه آن کفارت یافتند تا که برگماشته و تقدیس کرده شوند، ولی بیگانه نباید بخورد زیرا که این مقدس است. و اگر از گوشت گماشتنی و از نان تا صبح باقی ماند آن بقیه را در آتش بسوزان، آن را نباید کسی بخورد زیرا که مقدس است. و به هارون و پسرانش آنچنان عمل نما چنان که من به تو از هر جهت امر فرمودم. 7 روز آنها را برگمار و گوساله قربانی گناه را هر روز برای کفارت ذبح نما و قربانگاه را با کفارتی که بر آن میکنی از گناه ها پاک نما و آن را تدهین بکن تا که تقدیس یابد. 7 روز بر قربانگاه کفارت بکن و آن را تقدیس نما و قربانگاه قدس قدس‌ها خواهد بود. هر چیزی که به قربانگاه برسد مقدس خواهد گردید و این است آنچه تو باید بر قربانگاه تقدیم نمایی. بره های 1 ساله 2 عدد در 1 روز به طور دائمی. 1 بره را در صبح تقدیم نما و بره دیگر را در شامگاه تقدیم نما. و 10 از آردی مهین که با 4 هین روغنی کوفته آمیخته شده باشد و هدیه ریختنی بر قدر 4 هین شراب برای 1 بره خواهد بود. و بره دیگر را در شامگاه تقدیم نما. برای آن مانند هدیه آردی صبح و مانند هدیه ریختنی آن تقدیم نما تا که عطر گوارا و قربانی آتشین برای خداوند باشد. این قربانی سوختنی دائمی در نسل‌های شما نزد درآمدگاه خیمه جامع و حضور خداوند خواهد بود که در آنجا به شما ظاهر خواهم شد تا که در آنجا به تو سخن گویم و در آنجا به بنی اسرائیل ظاهر خواهم شد و آن از جلال من تقدیس خواهد یافت و خیمه جامع و قربانگاه را تقدیس خواهم نمود و هارون و پسرانش را تقدیس خواهم نمود تا که به من کهانت کنند و در میان بنی اسرائیل ساکن خواهم شد و برای آنها خدا خواهم بود و خواهند دانست که من خداوند خدای آنها هستم که آنها را از زمین مصر بیرون آوردم تا که در میان آنها ساکن شوم. من خداوند خدای آنها هستم.